سلام علیکم، وندنا باشیم، خوبیم، خیریت، صحت شما خوب، زنده باشین، سلامت باشیم. انا شما بیبی خوبیم، شکر فضل خدا، سلامت باشیم. دم غنیمت میگذره دنیای زندگیه. خب بیشتر شما رو به جنجال نمیندازونم. میفهم که بیچاره تلفکا یاره معطلن که مثلا یا نمایش شیرشی یا داستان شیرشه. خب بریم زود کنیم همین قسمت اول ببینیم. انشالله هم زود دویده کردم پس میام. عزیزان بیننده سلام بر شما. سوژه امروزه برنامه ما در رابطه با قماره. اومدیم با یک تن از شهروندان عزیز که از اینو بپرسین که آیا قمار به نظر شما کار خوبیه یا خیر. برادر سلام بر شما. سلام. برادر عزیز، به نظر شما امی قمار زدن یعنی کار خوبیه یا نه؟ نه اصلا قمار زدن کار خوبی نیه. اصلا نباید ما و شما قمار بزنیم. چی فایده داره؟ خدایا آفرین بر شما. زنده باشین، سلامت باشین. یعنی شما تا حال امی از قمار، یعنی خود شما تا حال به زندگی قمار بزنیم یا خیر؟ نه، ما یک سرای داشتیم که تقریبا 15 لاک روپیه قیمتی بود، خود یک موتری. اینا که پیار ما بای دادم، انا گفتم بابا تا پول بگیر شما نمیای موتر دیگه نمیخریم، زمین نمیخریم یا سرای دیگه قمار نزنیم. پیار ما گفتم آفرین بچه جو، تو واقعا میفهمی. انا از دیرو پیار ما بس کردم دیگه ما قمار نمیزنیم تا پول به دست ما نیایه. بله یا کار هیچی. ما به تمام مردم تا تلویزیونیم. بله ما به تمام مردم توصیه همینه، پیام همینه که قمار نزنیم. بشه نکو. انا ما توصیه همینه که دیرو که شما همر بای دادیم مگرم دیگه قمار نزنیم. ما هم شکر دیگه اصلا قمار نمیزنیم. پیار میگفتن تا پول بگیر ما نیایه که بتونین جواب خور بده. یعنی اگه پول بگیر شما بیا باز این کارو میکنی؟ خب مگه مجبورین دیگه سرا خور چیز کنیم، پس تبادله کنیم. خب تشکر از شما برو. خدای آفرین بر شما. خیر بینیم. قربان شما، سلامت باشین. عزیزان بیننده سلام بر شما. سوژه برنامه ما در رابطه با قماره. آمدیم به یک تن از همشهریان عزیز خود مصاحبه داشته باشین که به نظر از اینا آیا قمار کار خوبیه یا خیر. برادر عزیز سلام بر شما. علیکم سلام. برادر عزیز، سوژه برنامه ما در رابطه با قماره. آیا به نظر شما قمار زدن کار خوبیه یا خیر؟ منظور شما نگرفتم، میشه دوباره بگیم؟ منظور به همین قماره دیگه. یعنی به نظر شما قمار زدن کار خوبیه یا خیر؟ نه چی کار خوبیه؟ اصلا کار خوبی نیه. آفرین بر شما. به ما که بی غیر از کس نقص برسونه دیگه هیچ کار نکرده قمار. یعنی مثلا چی نقص رسیده به شما؟ تا هم دیروز بفهمیدیم؟ بله. همین تا موتر داشتم او که بم دو اول رفت. سرای داشتم که 20 لاک قیمتی بود او هم که برفت. به همین قمار به همین دیروز که بوده. رد از او یک 16 تا گوسفندم داشتم. دیدم موتر من برفت و سرا من برفت و همین 16 تا گوسفند که بود. گفتم بخواه کامینارم یک دو دیگه میزنم بلکه پیروز شم. همین 16 تا گوسفند دیگر هم بای دادم. از دیروز تصمیم گرفتم که دیگه قمار نزنم. برادر عزیز سلام بر شما. سلام بر شما، خسته نباشین. قربان شما. برادر عزیز، به نظر شما آیا قمار زدن کار خوبه؟ نه اصلا کار خوبی نیست. خدایا آفرین بر شما. واقعا آفرین به اینا که اینا واقعا تایید میکنن که قمار زدن کار خوبی نیست. برادر عزیز، شما خود شما تا بال قمار بزدین یا خیر؟ نه ما که قمار نزدم، ازم خورترکی تا بم در این برار کلان ما قمار میزد. دیگه ازم در بره گفتم بس دیگه، گفتم صاحب موتر بشدی، صاحب زمینی بشدی، صاحب سرا بشدی، بس دیگه گفتم اگه بازی کنیم قمار بازی کنیم بای میدیم دیگه گفتم به درد نمیخوره دیگه. یعنی شما از این ساعته که بردیم بله قرار شد دیگه قمار زدن بعد تعریف کنیم. بله دیگه هم کار دادن. خدای آفرین بر شما. تشکر میکنم از شما برادر که شما واقعا بتونید از دیروز سواله دیگه دوباره قمار نزنید. بدیدیم خب خیر باشه. تا نمایشنامه که میرسه قسمت دیوم، این نمایش که هست قسمت همین داستان قسمت 6 اینه، یعنی 5 قسمت خدمت شما تقدیم شد. یعنی این داستان دیگه ببینیم به کجا میافه، آخر چه کار میشه. یک خواهشی من شما دارم بینندای عزیز، بعض البته شما همین کسایی که تیک تاک چیز میکنه سر ما نمیشه، تیک تاک میگیم چی میگیم. ما همین هفته پیشتر رفته بودیم به ولسوالی اوبه.
امارت اسلامی خدا اینا رو خیر بده هموک زرمار تشویق کردم که هر چی فکر کنی. وقتی من داخل بازار اوبید پیاده شدم از موتر سرک بند شد، به 100 دفعه سرک بند شد که از زور خلایق ریخته بود. ما استقبال میکردم داخل اورسولی رفتیم پیش نیروی امنیتی رفتیم که واقعا اونا که باز بی اندازه از ما استقبال کردن. خیلی خوشحال شدم، باور نمیکردن که من آمادم به پیش از اینا. همونجا من یک آهنگ خواهش کردم بخوندم، خاطر که من به گریه شدم. هر کس بهم تیک تاک ها خوبند برادر من گفته که نعیم جانو به گریه شده. اینا برادر افتخار مونم، ما خدایی از اینا رضیم، الله پاک از اینا راضی باشه. انا ما به خاطر که ساعت از اینا تیر شه خواهش میکنم از شما می گپار نگیم. بعد ما و شما جوانیم نام خدا. درسته که شما کمی پیر شدیم، من زنده من مثلا ال جوانم، همین کارا را از شما خواهش میکنم. گفتم نعیم جانو به گریه شده، بترسید از مجاهدا. خب برای بیشتر وقت شما نمیگیرم، صحبت نمیکنم. از شما خواهش میکنم دیگه کار نکنیم. خیر باشه. ما وطن ما همه مجاهدا همه برادران ما و شما هم دلجمع باشیم. همه ما و شما انسانیم، الحمدلله مسلمان هستیم. وقت شما نمیگیرم. شما برای نمایشنامه رو ببینیم. قسمت ششم این داستان باغ بالا سیب اینه. انا باز بخیر خوشم نمایش که خلاص شد، باز زودی ور میگردیم میاییم. اونی بیامد دو نفر بلکم اینا بگم که برف کنم. فال میبینیم، فال هر کس مشکلی داشته باشه فال میبینیم. ما چی کار میکنم ما شما؟ بشینیم. بله همین برار خیال دارم اینجا. به شما کس ماسی گو همینجا که یک نفره گفت این برار خوب بریم پیش از اینا میفهمم اینو که چیزیه. این چی مشکل داره؟ این برار بگم نون هیچی نمیخوره. نون نمیخوره؟ هیچ ککس مو 5 وقت ککس موه. 5 وقت نون نمایه. هیچی نمایه ککس موه. شما یک لطفی بکنیم بریم یک دیگ کلون سفید یک خونه خوب بیاریم. خوبه. بریم زود باشیم ان شاء الله مشکلی حل میشه. بریم دلجمع باشیم پیش مسته. بدیم ما فال تروا میکنیم از این بس 5 وقت غذا بخور. تیز بیای. یعنی دیگه خوبه. بشیل الان اینجا گاه. آفرین چارزانوزی. خود تکون نده، مشکلی نداره. کی ای به خرج میفته؟ ای بخیر و خوشی از نماشون بخیر. نماشون چند وقت؟ 5 وقت یا 6 وقت؟ 10 وقت دارم میخوره. 10 وقت غذا میخوره. چی رقمه؟ ای از طفلی وقتی که خود بوده ای به دختر ماما خوشقه. تو وقت خودتکی به دختر ماما خوشقی؟ بله. میگه بلیا. درسته؟ شما بریم همین سر از این دیگه بیاریم. جنس is fine, faint is fine. جنگلیل مستیل fine. جیگا میگا بیگا فیگا. تو قلور تروش خیال شیر پره میکنی. درسته؟ بله. آفرین تیار میشی. بیار. خب این چه کاره؟ 2 سال بعد بخیر میره به صنف 12. 2 سال بعد میگم میته استعداد از زیاد میشه که میرسه به صنف 12. به صنف چندی باجه؟ 7. به صنف 7. 2 سال که درس خونه به صنف 12 میره، یعنی پیشرفت میکنه. امشب که رفتی غذا بخور. چی میخوردگی؟ ککس یک سر ککس بدون او نوشابه. خوبه برو عاشق هم بودی وخی بده همین تو برو. خب آنی دیگه شما برا رو من پولا مارم بده. 100 روپیه قابل هم ندیش. دیگه را خود 300-400 میستونیم. من ایت به شما میگم انال 1 ساعت بعد خوب
برم بچه شما مثل برار شما یا بچه شما مثل بخوری مگرم ولی خرج داشته باشه. یک کم عاشق کمر عاشقه به دختر زن ماما خوشی خوب بفهمیدی؟ خوش آمده. بره دنبال خودم سعی نکنه واسطه کج میای قیافه شما. زمین نگون 3.5 ساعت بیا از این کوچه بریم کوچه دیگه که جاده میشه گل شد. جاده گله بخیر. همیت مردم به حال همیت مردم نیه اصلا به می گپا ما هم قبول میکردن. بله کار کردیم نه؟ ای خدا ای بیکاری ای گیرونی ای دربدری خدا خودت رو رحم کن. راست هم میگم این مردکه من طول یک تک مرغ تیار نکردم. سلام آقا جان. و علیکم. اشته هستیم؟ خوبم تو اشتنی خیریت کجا بدی؟ همینجا میگم بابا همین دومات شما یک کارا میکنه یک سر میزنه که کلی آدم شاخ بیره میکنه. دومات مه؟ بله یا دومات شما. کدی دومات مه؟ خب همین گیلک دیگه نمیشناسیم اون. چی کار میکنه؟ حال خبر میشیم. گیلک سمیر و گیپک گیلک آوردیشتم از این جاده و از این جاده قیخ کشیده میره که ما فالو میکنه. من بهم گپ تو نفهمیدم اصلا منظور می گپ تو نفهمیدم که تو چی بگفتی دوباره بگم این گپه. گیپک و سمیر گیلک آوردیشتم به تا کوچه ها به تا جاده و دم از این سرا و دم از این سرا قیخ میکشن که ما فالو میکنه. یعنی تا گپیه یعنی جادوگری. بله یا دیگه اون جادوگری میگیم چی میگیم؟ صحیح کنم برادر امی کار بمونده بوده که تو به تا کوچه دست کشی که ما با به دم هر سرایی که میرم از مردی که فال یا وا میکنن یا نمیکنم 100 روپیه 200 روپیه پولم از اون میستونم. حتی بعض نفر رو 500 هم میستونم. خب من چه کار کنم؟ چه کار کنم؟ زن گشنگی و تشنگی فقیر بیچارگی خود کار بخورم یا 24 تا کلوانگ گیلک باشم. راست میگم بابا. تو وقتی بروی پیدا که تدوار بیاره وقتی به هر جا بود بر پیدا میکنم برای دل میایی. باشم تو به خدایا خدایا چه در جنگ جنجال من میفهمیدم از اون تن نمی آمدم. 149 140 49 140 149 70 149 70 140 90 70
140 90 ای 390 390 و 60 ای 390 و 60 ای 400 نه 390 و 60 ای 390 و 60 ای 390 و 60 340 390 و 60 340 340 ای هم 20 410 410 ای هم 100 620 620 620 روپیه و 100 تا پنجی 620 روپیه و 100 تا پنجی 765 روپیه خدا بده برکت 620 و 705 خودم ببر دیشب رقشوی دیشتن خدا یک پول داره به خصوص بده یک عقل کمالی هم با من کاکا جان دخل منم بگیریم اینا دنبال 13,000 حساب کنین دخل منم داره این دخل منه 300 700 چند 600 چنده این پول 600 چند کسیبی کردم خوب کاکا دیرو چند کار کردیم 600 چنده امروز چند کار کردیم امروز دیگه حال کو وقت دیگه درتر میریم یعنی چیز یک زحمت هم نداره گردن و بند باش یک ریپه نداره یاره دیگه چلو میگه که bring this thing let's spend fine time مشکل چین تین مرده که میبینی 100 ریپه ولد بابا دادن میگو کیسه خو کنه اینا دخل بالا قلق نوشته نوشته میکنم خوب گیلک راست حقیقت برای ما بگو حقیقت بگو مادر تو فالو کن بدی یا پیار تو نه خو اینو نبیده اینا دخل منه همون زرق چلچله شده همون زرق سمیر پیار مادر میکن نیم لگه اینا کسیبی منه خب پیار زحمت کشیدم خب پیار مادر من کجا دیگر نبیدن که ما برای تو یاد میدادم نه اینو کنه تو اصلا شرمایه داری که کینه مثلا نچون ایته نمیفهم چی میگیم شما مثلا واضح تر بگیم چیه واضح تر میگم که تو هوشیاری یا دیونه ای منجی اردوتا تو به من منطقه که برفتی که فال واکنی آیا وجدان داری؟ نه بردم نه مایه گردن به بند باشه اصلا این تا گپانی فقط چیز بلد باشه میگه دیسفین فاینتین جیسمین گیگا بیگا جینگا مینگا انا این ترستی ها میفهمی انا چیز سمیر میرم مرتکه استاد میشود اونجا ولی هلی بسترتر میگفته که انا اوم خیلی امی فالواکونا دقیقی هم ما چون مادرم بی ما طلاق مرا پیار ما بستونده گپ مفنال چوب کده که گپ زدم یاد نداری چرا تو این کار کردی؟ چه کار کردم؟ این برای که دام سرات مردم تک تک میکنه که من فالو میکنم خوب کسیبیه دیگه کسیبی برای من بگفتی که ما برام فالو کنم میتونم برام چکار فلان کنم دیتا به چانادن هم جلو که دیوار که شما روز اول که بیامدم نگفتی تو نام خدا کلون شدی برو هر کاری می بکو مطلب لقمه نون پیدا کو به تو گفتم لقمه نون پیدا کن نه برای دام سرات رو بگم من فالو کنم من ریتوالی وام میکنم من جادوگری میکنم جادوگری نه خب ما همی تا بگفتیم ما دروغ ریتوالی وا کردیم با مرتکه میگفتم اعصاب تو پیار تو خراب میشه به سرا تور میزنه میگو 100 کرا تو بگفتم تو لا اله الا الله محمد رسول هزار مشکل دارم هزار غم دارم من اصلا کار بدر کردم بیکار به کل کشیشتیم سیکو گیرونی به چیره که باید که رسیده لقمه نون ندارم بخورم غم خود کر بخورم خانواده یا غم تر بخورم چری برفتی چری به من نگفتی بله خب من چری نگفتی چی میگفتم مثلا چری نگفتی به من چری نگفتی میرم فالو کنم
امیک در نفهمیده که با بروم بدی میشه به حیثیت من بدی میشم اینجا ترکو میشناسم اینجا که آرده که ما میگه خب کاکو شما میگین به حیثیت ابروم بنزی میشه و ما به بنزی کرده که نرفتیم ما به خود کسیبی میگیم گپ ما فرات به تو میگم تو میگم ما کارو بکو این کاری میکنه تو که دیو آب ابروم به تمام نبودی آخه چلچلر گفتک بریم سمین گفتک چه بریم میگه کور برو تا تو بدم تا تو بندی پول بدم چی فرق میکنه بله واقعی واقعی میگم اوکی رنگ تو نبینم امی کار هم بمونی که بری فال واکنی تو که راسته که تو را تام و تر تا کدوم بادم را بیا ولی متابلا شده وقتی تی بیان دیوتان دل ما تو بس دکتر گفتم باشه بچه خوبی گیلاک به تو میگم چای کی بر چلچلر پیدا کن که تو با موتورا باشه نه وقتی بری به خونه کو بیا یک بار نمیزنه بیا دیگه نمیزنه میفهمی چه کار میکنی؟ چلچلر پیدا کن که تو ببره با موتورا باشه نه بری و دیگه نه دیگه نه دیگه اینجا چرا؟ دیگه تو به سراخو نبینم برو میگم نمام دیگه رنگ تو ببینم گیلک نمام دیگه به خونه ما بشی و سلام بشی سلام نبود بابا هرچی گشتم نبود با کجا نبود؟ تا کوچه سه کدوم نبودی بر هرچی سه کدوم نبود ندیدم ام کتور برا دیده کدوم او بیامده او ندیدی بیام ندیدی او ندیدم بابا باز آلی که او برا تو بیامدی بازم ندیدی او تو دیگه با پشت بون کلاوان چند کاغذ بود بگیر تیم رو من نبودم بابا آخشتانا بیدی تو کلاوان کاغذ بودی تو آخه تو گیلک با کجایی؟ من ندیدم بابا خوبه گیلک بیا دیگه مر خاک در زبردی گلت بیا بیا تکو آخه تکو کینه باکی با موتورا دیو نبوشون با موتورا دیو نبوشونی کرای بدی که برای تکو برای دیگه نه بخو تن نیایی لا اله الا الله محمد رسول الله دیگه یعنی نرو من واه خوش آمدی اخما تو مالا چی گفتم؟ چی؟ نگو جگ نکردیم بیا امو دو نفر که تو ببردک فال واکنم فال واکنم چل و سمیر امو دو نفر بیان پس تو رو موتورا بشونن برو بده برو با منطقه برو به غریه برو چه کار میکنی؟ چی می؟ بهشی ای می دستا رو بشکنی؟ ای دستای پا مرن که بشکنی دیگه تو نمام چرا؟ یک دقیقه و یک سینه مگر تو اینجا بیستر و نستکی نمام کجا شده می چرچیده؟ به سراخ رفته برو دیگه بس دیگه عمر مرتوب کدی خدا عمر تو تم کنه چه کار تو نکدی هر روزی که بیرات میدی چه کار نکدی و نمیفهم محض عرب مادر به که چیزی همه چی میفهمیدم من چیچیلک هم بدو خاطر شیران خم خورده بودم شیران خشک خم خوردم از اون وقت میگن تو سرقی شدی کاکو معدی تا که پا مفته گریه مفته خوش من نمیاه گردن هم بند باشه مادر بمیگن کی بیدم چی مادر میگفتن که تو شیران خشک خم بخوردی این سرقی شدی همون وقت از اون وقت من سرقی هم من هرچی که مرتکب مر بزنه و بگه ایاد میبودم میره حالا اگه سرقی دیونه ساده نافهم بیاقل گناه چیه؟ چی؟ من بیش بیر مادر فکر بودی که هوشیار شدی پیشکش کار کردی پیشکش کو بردی بیا وردی با بیا عروسی کو بکورد که برو وطن برو اگه شما اگه به فکر از اینی که به یک روز هوشیار بشو خدا با بار بیا برسه من هوشیار نمیشم که دنه بند باشه نیه یک کنتینر قرص بخورم من هوشیار نمیشم او بلغه نگوش خوبینی کنه ها خدا میده من پول برکن بده یک روز خدا
فس فس کاش شمال بودم من خدا بر که این دخترک مرا شکم مرگ بده که دو بور از دادی بیگم تو رنگو نه بکرو خدا نکنه تو رنگو بکرو کرد کنم از این کرده که شما رو خدا بدوی تاره چی گفتی؟ چی؟ خدا مرا شکم مرگ بده نه من گفتی این دختر من خدا شکم مرگ گفتی شکم مرگ بده به تا دستا میکدی این دستا بینمکه این دستا بینمکه مرا شکم مرگ بده این گپ زدنه برو دیگه کو بس بغری کو برو برو غری کو برو با منطقه کو برو ایلاتی دیگه من بگم دیگه رات تو نبینم داخل خودم ببرم ها اینا آورده ببر برو دیگه برو گم و مرگ شی بگو دو کلمه گپ دار بگو بگو دیگه همه پولا که بدادم حساب جای بلا پیشکش همون پستن 13,000 میشه من بگیر من نه سلک تا به سلک خیلی دیگه میشه پول بگیر من نه پیشکش پیدا کنم پولا هم 13,000 من میسوزه واقعا هم دیوانی بیده واقعا هم ساده بیده بیعقل بیده و نمه به سر پول که ساده نیم دیگه بیا عقل من نیه 13,000 پیشکش ندادم خب 13,000 پیشکش که بدادی ما که پولاتو نمیکنم برو دو لاکو همه خودی دیگه بومده اینا کانا ورد بیاره چی که وقت برو دکو برو این 13,000 اگه بسخ چی؟ نمیشیده چری بشیده تو میگی من 13,000 تو میکنم بیا از این روز چلچله از شما با ما بگفت از ما گفت ها چی گفت گفت اگه به می خسور تو مرغ و مردر اعتبار نمیبینیم ما انا اوش کنه که یک وقتی به سر تو فیلم بازی نکنن انا دیگه هم بگو گفت اگه اصلا خسور تو آدم بد اخلاقتر به می جان انگلیس نیه من گفتم راست میگی چه گفت ها تم گفتی راست میگی من گفتم راست میگی تم تایید کردی ها تم قبول کردی ها دیگه همیته گفتم دیلک آه از این جور میکردی تو رو از این زینا تا میشی آه چلچله و امی که دیگر از صدا میکردی حرکت میکردی میری بخونی کن بابا خونه بخونی کن برو تو چی رقم آدمی امیری به بازار میگه 13,000 اومده آخه ما که 13,000 تو نمیکنم 13,000 تو به والا پیشکش بدهی امی تو مستقیم تو بزی خونه هم نمیری به دیدن خوشی و نمداد هم نمیری امی تو مستقیم از اینا تا میشی وقت دیگه اماله وقت گفتم پس خداحافظ اگه دستا بی نمک ما به زیر خاک زه که مزدوری کردم میرونی کردم در بدری کردم بیمونم تو شایتور جمع کردم وقت دیگه کو خوبه خب پس این تکانه کنیم میشه دیدارام و شما قیامتیشه بیاین دستا شما رو به روز آخر بوس کنم خداحافظی کنم اگه شستا پام رو بوس کنی از مان تو خلاص از مان تو نه من نمیگم کمر نگادارین خیره نه بکن دیگه نما دلازار نی. اصلا نما گیلا کم رنگ تو ببینم برو گم کو همچنین همچنین برو همچنین همین تو مستقیم ترسی دیگه همین تو از اینا ترسی بری مرد بزن خاک با تنه تو شه